نه اگه دیگه راتی وانم که ما زمستان چیکار کنیم حقیقتا هم دیگه نیکازیم در کجا زندگی دارین که این همون در درون خونه همون خانه چپه شدگی چپه نشیده رنگ یا چپه نشیده یا خیلی تیکه تیکه شده کرپیچی اگر یه سخت دیگه بجمو کرپیچ همش میپره نمیخوام همونجا کودکام خوندیم وقتی برفی بارونی در همونجا بودن این همی بارون در همونجا بودیم یک خامدن دایجا نه پلاتکا ندادن نه ما رو ندادم پلاتکا وای کلان روی کدوم نشی ترسیدم خونه آچش 11 روز استاد کی خویم کودک دوران روزگاری باز بین دوران اوچویم دولین اوتاش در مو شنبه گوشتری احوال کودکاتون خیلی است احوال کودکام نمیدونم همونه که سال شده حاجی با هم نو داری دیگه که سال شده نردی چند ماه هستم این همی روز 7 ماهگی قدم موندن این همی 13 اینو هازی همی ترسند اصلا این نکن هموش بسیار گیری نوله که یکی دمو روز نجومی غلطی نه چشم میرن کجلش ده غلطی به سر دست زمینی که گفتن که باشید شما در خانه میتیم یگان چی نگفتن نه حال هیچ خبر نداریم چین کردن زمین شما یا نه نه حال زمینای ما رو چین نکردیم نه زمینای من چین نکردیم حال نمون چین نکردیم یگان مراتبه آمدن نزد شما یگان چی پرسیدن خیلی نمیذاشتن سرانگی ختم وری آمدن نه از حکومت یگان از حکومت همون روز اوله که آمدن این چه آمدن دیدن معلوم که مثال ما در خونه میتیان یا نمیتیان ایش معلوم بازی در خانه شما یگان که زندگی نه هیچ کسی فقط میبینیم خبر میگیریم و میبینیم باز رفته خد هر جا زندگی میکنیم مثال به شما ها تو چند مدت شما در پلاتکا زندگی پلاتکا تقریبا یک هفته زیاد زندگی کردن خنک شید از سبب شمال و از سبب مثال بارون و چی دیگه هیچ کس زندگی نکرد وقتی مادرم به خونی بابیم رفت و دادرم خونی و بابی این قشلاق زندگی میکنم مثال و یا ضرر کم دیگه هستن خودم ما در شهر زندگی میکنیم می شهر ده همونجا هم باید خوی جای عمیق نداریم مثال کوارتیر هم یک برادر هسته و جای استودنت ها بسیارن ما مثل در یک هفته 2 بار همونجا میرفتی سوده در هر جا زندگی میکنیم قریب 10 سال زیاد ما در همینجا زندگی کرده هستیم وقتی همین زمین جمعی کشید ضرر دید دیگه چه زندگی کرده اجازه ندادن که دیگر ها ما در بسیار خاک ما مثال از طرف دولت آدم اومده بود نه در اینجا نبودم در شهر زندگی میکردم هم خیلی گفتن که دیگه زندگی کردن نمیشه اینجا خطرناک است در اون زندگی کردن در میدان زیاده از 14 گکتار زمین جدا شده است با قرار حکومت جمهوری و برای ما باید برای در همین میدانچه ساختمانی که از شما دیده میبینید ما باید برای 103 نفر و 103 عائله از آفت طبیعی ضرر دیده خانه‌های استقامتی بنیاد نماییم. باز یگان جای دیگه در رفته است این زمان در همین تنها در همین دهه اسرائیل آبادی جماعتی دیوتی کریم اسماعیلوف زمین جدا شده است در همین جا تنها در همین جا ساختمان ادامه دارد. از تاریخ چند شروع کردید؟ ما از تاریخ 12 نوامبر سال جاری به ساختمان شروع نمودیم. از کدام نوحیه ما برای حکومت ساختمان؟ این زمان با نقشه حکومت جمهوری شهر وحدت 12 خانه استقامتی بنیاد می نماید. خانه استقامتی که ما شهر وحدت بنیاد میدیم 9 خانه استقامتی این زمان رفتی دیوارهای خشتی با آخر رسیدند و بالا پوش بنا آغاز گردید در 3 خانه دیگر باشد تا کرسی بنا با آخر رسیده دیوار چیندن خشتی دیوارها آغاز گردیده است. در میدانچه ساختمانی غیر از 12 خانه که ما شهر وحدت میسازد باز 10 خانه دیگر ولایت سوخت همه رایون های ولایت سوخت ساختمانش ادامه دارد. این زمان آنها نیز تکرسی را با آخر رسانیده در 10 خانه دیوارها را با آغاز نمودند ساختمان دیوارها را. از طرف وزارت تندرستی جمهوری 8 خانه ساختمانش ادامه دارد. ناحیه شهری نو 1 خانه ساختمانش ادامه دارد. ناحیه ورزاب امانت بانک جمهوری
амонатбонки аз тарафи амонатбонки ҷумҳурӣ бояд ки як хона сохта шавад ва айни замон сохтмони деворҳои ин хона шурӯъ гардиданд.